میگی فوتبالیستا مفخرن ها؟ تو چی میدونی از درد یه فوتبالیست؟ اینی که 1000 تومن ته جیبت نباشه و تیمی نداشته باشی ولی تو اوج گرما بلندشی بری سخت‌ترین تمریناتو انجام بدی و میتونی درک کنی؟ یا اینکه بدن تو کلی زحمت بکشی آماده کنی و بزنه یهو مصدوم بشی و میفهمی یعنی چی؟ یا مثلا هر دقیقه استرس فصل بعد تو داشته باشی که اگه رده ها تغییر کنه چی کار باید کنم، کجا باید برم و میتونی بفهمی؟ اینو چی؟ این که مربی با لج کنه، نه بازیت بده نه رضایت‌نامه‌تو؟ یا اینکه دردی داشته باشی که حتی نتونی راه بری ولی سر تمرین طوری وانمود کنی که چیزیت نیست برای اینکه از ترکیب دور نشی؟ یا مثلا 80 دقیقه فوق‌العاده باشی و آخر بازی یه اشتباه کنی و تیم به کا بره، همه رو سرت خراب کنن و ناموستو بیارن جلو چشت، میدونی یعنی چی؟ یا اینو که هر روز 10 تا کورس ماشین سوار شی، بری سر تمرین آخر شب خسته و کوفته برسی خونه، بهت بگن ولش کن، تهش واسطی چی نیست، میفهمی یعنی چی؟ اصلا تو چی میدونی